درود دوستان، من اومدم که امروز یه مدیتیشن کوتاه با هم دیگه انجام بدیم. اگر افکارتون سردرگم و پریشون هستش و یا تمرکز ندارین، این مدیتیشن چند دقیقه‌ای خیلی میتونه بهتون کمک کنه. برای شروع چشماتون آروم ببندین، یه نفس عمیق بکشین، یه نفس عمیق دیگه، یک نفس عمیق دیگه و حالا به صورت طبیعی تنفس رو ادامه بدین، همون جوری که همیشه نفس میکشین. ببینید که هوا چطور از بینی یا دهانتون وارد بدنتون میشه و چطور باعث حرکت کردن سینه و شکمتون میشه و چطور از بدنتون خارج میشه. دقت کنید ببینید هوایی که وارد بدنتون میشه احتمالاً خنک‌تر و هوایی که از بدن خارج میشه گرمتر هست. همینطور که نفس میکشین میتونین یه دستتون رو روی شکمتون قرار بدین تا متوجه حرکات شکمتون باشین. الان ازتون میخوام که به آرامی چشمتون رو باز کنین و بدون اینکه مسیر چشمتون رو حرکت بدین و یا گردنتون رو حرکت بدین 5 تا شیئی رو که بدون حرکت دادن چشم توی وسعت دید شما هست به آرامی برای خودتون بگین. حالا ازتون میخوام که 4 تا شیئی رو که میتونید بدون هیچ گونه حرکتی حسش کنید، حس لامستون رو تو ذهنتون داشته باشید، توی ذهنتون برای خودتون بگید. الان 3 تا صدایی رو که میشنوید تو ذهنتون برای خودتون بگید. الان 2 تا بویی رو که میتونید حس کنید تو ذهنتون برای خودتون تکرار کنید. و در آخر یک مزه‌ای رو که میتونید حس کنید
یا در ذهنتون تجسم کنید به ذهنتون بیارید. در آخر مدیتیشن چشمتون رو ببندید. 3 نفس عمیق بکشید. و در همین حال که چشمتون بسته است، فکر کنید که امروز چه چیزهایی میتونه خوشحالتون کنه. چند لحظه رو میخوام با این فکر بگذرونید و حتی میتونه این چالش امروز شما باشه. دوباره 3 نفس عمیق بکشین. و به آرومی چشمتون رو باز کنید.